به نام خدا. چند سالی است که روز اول اردیبهشت رو روز سعدی نامیدند و چقدر این انتخاب ابتکار خوب و به جایی بود. من شیرینی‌های زیادی از کلام سعدی گرفتم و در این روزهای پر اضطراب و پر بیماری سال 1400 شمسی خواستم کام شما و جان شما رو با کلام سعدی کمی شیرین کنم. ما بختیارانی بودیم که در دوران کودکی برای ما سعدی می‌خواندند، اما من نمی‌دانم که نسل ما چقدر برای فرزندانشان سعدی می‌خوانند. قبل از ورود به بحث سعدی باید یک مقدمه مهمی رو خدمت شما بگم. اگر بخوایم سعدی و کلام سعدی رو خوب بفهمیم، باید یه مقدمه کوتاهی از زمانی که سعدی زندگی میکرد رو بدونیم. بنابراین خواهش میکنم با من همراه باشید تا این مقدمه کوتاه رو انشالله با هم مرور بکنیم که وقتی کلام سعدی رو داریم میخونیم بهتر متوجه بشیم. سعدی در اوایل قرن هفتم به دنیا آمد، شاید سال 606. نمیتونیم دقیقاً سالش رو بگیم. در همون زمان مولانا در بلخ به دنیا آمد. تقریباً سعدی و مولانا همسن هستن. سعدی در شیراز و مولانا در افغانستان در شهر بلخ به دنیا آمد. خواجه نصیرالدین طوسی در حال حاضر در اون زمان 30 سالش بود، یک جوان 30 ساله دانشمند ریاضیدان که در نیشابور محل اقامت و در واقع مطالعات علمیش بود. و ما یک شاعر عارفی داشتیم به نام عطار نیشابوری که در اون زمان یک مرد حدوداً 60 ساله بود که در نیشابور زندگی میکرد. در سال 616 هجری زمانی هستش که حمله مغول به ایران اتفاق میفته. چنگیزخان بعد از فتوحات زیادی که داشت با ایران همسایه میشه. مهمترین فتح چنگیزخان در اون زمان چین بود که ثروت بسیار زیادی هم در واقع کسب کرد. وقتی مرزهای ایران هم صحبت میکنیم، ایران امروز نیست. در واقع قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، افغانستان، همه اینها در واقع جزو مرز ایران بودن. چنگیز علاقه داشت که تجارت کنه با ایران. بنابراین 450 تاجر رو با اموال بسیار زیادی در واقع به ایران رهسپار میکنه. خب ایران در چه وضعیتی هست الان؟ حکومت ایران در دست خوارزمشاهیان هستش. در واقع خوارزمشاهیان سلطان محمد خوارزمشاه و مادرش ترکان خاتون قدرت اصلی رو در ایران در واقع دارن. البته اتابکان فارس، اتابکان آذربایجان حکومت‌های نسبتاً مستقلی رو در ایران دارن و در نهایت تمام اینها هم در واقع به گونه‌ای زیر نظر خلفای عباسی هستن و مشروعیت خودشون رو از خلفای عباسی میگیرن. این وضعیت در واقع حکمرانی در ایران در زمان در واقع سعدی و حمله مغول هستش. خب گفتیم چنگیزخان این در واقع بازرگانان رو به ایران میفرسته. اونها به یه شهر مرزی ایران میرسن به نام اترار یا فاراب که الان در کشور قزاقستان هست. البته حاکم شهر اترار فردی بود به نام اینالچوق که برادرزاده و تحت حمایت ترکان خاتون بود. تمام داستان و بدبختی ایران از اینجا شروع میشه که حاکم شهر اترار در اموال بازرگانان مغول طمع میکنه. بنابراین بازرگانان مغول رو دستگیر میکنه، به سلطان محمد خوارزمشاه در واقع اطلاع میده و با چراغ سبز او در واقع 450 تاجر مغول رو اینها میکشند و تمام اموال اینها رو در واقع غصب میکنند. چنگیزخان از این قضیه بسیار عصبانی میشه. سفیرانی رو به ایران میفرسته برای مذاکره با سلطان محمد خوارزمشاه که چرا همچین اتفاقی افتاده. سلطان محمد خوارزمشاه سفرای مغول رو هم میکشه. حماقت محض سلطان محمد خوارزمشاه آتشی رو روشن کرد که در واقع سالیان سال مردم بیگناه ایران در اون سوختند. بنابراین بعد از اینکه هم بازرگانان کشته شدند هم سفرا کشته شدند، چنگیزخان بسیار عصبانی شد و دستور حمله و ویران کردن ایران رو به سربازانش داد و یکی از
دردناکترین در واقع وقایع تاریخ ایران رقم میخوره و ایران در دست مغول میفته. اول حمله مغول به شهر اترار بود، در واقع همون شهر مرزی. اونجا رو محاصره میکنن و در واقع مردم شروع میکنن به مقاومت کردن در شهر اترار. قبل از اینکه ادامه جنگو بگم، اینو خدمتتون بگم که بهاءالدین ولد پدر مولانا قبل از حمله مغول وقتی فهمید که اوضاع خوب نیست، دست خانواده رو میگیره و از بلخ در افغانستان حرکت میکنه و مهاجرت میکنه. در مسیرش از ایران هم عبور میکنه، از نیشابور هم عبور میکنه و اونجاست که میگن که در واقع عطار رو ملاقات میکنه. عطار نیشابوری به بهاءالدین ولد پدر مولانا میگه که زود باشد که این پسر تو آتش در سوختگان عالم زند. منظورش مولانا بود. به مهاجرتشون ادامه میدن و بعداً در قونیه ساکن میشن. برگردیم داستان حمله مغول به اترار. اترار مقاومت میکنه ولی در نهایت شکست میخوره. چنگیزخان حاکم اترار رو زنده دستگیر میکنه و به وضع فجیعی به قتل میرسونه. بعد از اترار چنگیزخان به بخارا حمله میکنه. بخارا شهر مهمی برای ایران بود. تقریبا یک جور بخارا مرکزیت علمی در ایران پیدا کرده بود. اگر در مجموعه 6000 سال تاریخ علم یادتون باشه، گفتیم مرکز علم در زمان قبل از حمله اعراب در ایران شهر جندیشاپور بود و بعد از اینکه حمله اعراب اتفاق افتاد مرکز علم به بغداد در واقع منتقل شد. اما ایرانی ها در بخارا کارهای علمی زیادی میکردن. در اون منطقه در واقع بخارا مرکز علمی شده بود. مغول ها به بخارا حمله کردند و با وجود اینکه مقاومت کردند مردم در بخارا، بخارا هم سقوط کرد و مغول ها اونجا جنایت های بسیاری کردند. بعد از بخارا چنگیزخان به سمت سمرقند میره. سمرقند در واقع پایتخت خوارزمشاهیان بود. سلطان محمد خوارزمشاه میاد که دفاع بکنه از سمرقند و در واقع در مقابل حمله مغول سلطان محمد خوارزمشاه در واقع شکست میخوره. سمرقند هم سقوط میکنه و اونجا هم کشتار بیرحمانه مغول ها در سمرقند انجام میدن. از اینجا به بعد سلطان محمد خوارزمشاه دیگه دفاع نمیکنه و فقط فرار میکنه. یعنی دیدن قیافه مغول ها و اون وحشیگری که اونها داشتن چنان رعب و وحشتی در دل سلطان محمد خوارزمشاه انداخت که فقط فرار میکرد. شهر به شهر فرار میکرد و مغول به دنبال اون میومد و در واقع مغول به هر شهری که میرسید اون شهر رو ویران میکرد. و بعد از در واقع سمرقند به بلخ و نیشابور میرسند. بلخ گفتم که زادگاه مولانا بود که مولانا قبل از اون رفته بود. وقتی به نیشابور میرسن متاسفانه عطار نیشابوری در شهر به دست مغولان کشته میشه. اما خواجه نصیرالدین طوسی که گفتم یک دانشمند و ریاضیدان ایرانی در حول و حوش 30 سالگی بود، به قلعه های اسماعیلی ها فرار میکنه. اسماعیلی ها که شیعه های 7 امامی بودن و در واقع یکی از دشمنان مهم خلافت عباسی بودن، تو قلعه های مستحکمی مثل قلعه علموت و قلعه های دیگه در خراسان در واقع بودند. در واقع خواجه نصیر فرار میکنه به قلعه ها و از مغول ها در واقع فرار میکنه و اونجا پناه میگیره. سلطان محمد خوارزمشاه به جزیره به نام آبسکون در واقع کنار دریای خزر میره، اونجا فرار میکنه. از شدت وحشت دیگه مریض میشه و بعد در همونجا هم در واقع سلطان محمد خوارزمشاه از دنیا میره و قبل از اینکه در واقع از دنیا بره پسرش جلال الدین رو به جانشینی خودش منصوب میکنه. ترکان خاتون مادر سلطان محمد خوارزمشاه دستگیر میشه و چنگیز اون رو نمیکشه و به کنیزی خودش در میاره و در سالهای پایانی عمر زندگی بسیار وحشتناکی ترکان خاتون داشت تا در واقع فوت میکنه. اما مبارزه اصلی ایرانی ها با مغول در واقع در زمان جلال الدین اتفاق میفته. جلال الدین 10 سال با مغول ها جنگید و در واقع تونست مقاومت هایی را انجام بده. 10 سال بعد از حمله چنگیز، میدونید چنگیز برمیگرده مغولستان و اونجا فوت میشه. 10 سال بعد از حمله اول مغول، حمله دوم مغول اتفاق میفته. یک لشکر بزرگی در واقع به سمت ایران میاد برای شکست دادن جلال الدین و اونجا هم متاسفانه ایران شکست میخوره. شهرهای بسیار زیادی ویران میشه. جلال الدین هم شکست میخوره و در واقع خوارزمشاهیان و سلسله خوارزمشاه کاملا از بین میره. و ما
هممون فرزندان اون شکست هستیم. خواندن تاریخ مغول و جزئیات اون حمله واقعا هر کسی رو مریض میکنه و من توصیه نمیکنم به افراد که جزئیات حمله مغول به ایران و اون ویرانگری هایی که کردن رو بخونن، چون واقعا ممکنه باعث ناراحتی روحی شدیدی بشه. اما به هر حال هنوز آثار اون هجوم و اون جنایت در روح و جان ما ایرانی ها هستش. رعب و خفت و خاری که در دلها افتاد، اصلا رشد فراگیر تصوف از اون به بعد بود که در ایران اتفاق افتاد. ایرانی ها در واقع در خلوت خودشون رفتن، سر در گریبان کردن بعد از اون همه فجایع و کشتاری که مغول در ایران کرد. اما حمله مغول اینجا تموم نشد. تقریباً 40 سال بعد از حمله چنگیز سومین حمله مغول به ایران اتفاق افتاد. این بار هولاکو خان در واقع به ایران حمله میکنه. این بار با یک برنامه‌ریزی دقیقی به ایران میان. در واقع اونها فهمیده بودن برای اینکه یک حکومت مستقر در ایران داشته باشن از شر 2 تا گروه باید خلاص بشن. یکی اسماعیلی ها بودن، باید اونها رو از بین می‌بردن، و دوم خلفای عباسی بودن. بنابراین حمله سوم مغول کاملا برنامه‌ریزی شده بود. به ایران حمله میکنن، قلعه های اسماعیلی ها رو در واقع فتح میکنن، همه رو اونجا میکشن جز یک نفر، خواجه نصیرالدین طوسی. به هولاکو خان گفته میشه که یک دانشمند ایرانی هست که به دردت میخوره، اونو نکش. و هولاکو خان خواجه نصیرالدین طوسی رو نمیکشه و خواجه نصیرالدین طوسی در واقع دانشمند ایرانی مشاور هولاکو خان میشه. در خیلی از موارد به هولاکو خان مشاوره میده در مورد کارهایی که میخواد بکنه. هولاکو خان بعد از فتح قلعه های اسماعیلی ها به سمت بغداد حرکت میکنه و در واقع اونجا رو محاصره میکنه. خلفای عباسی بت‌های مقدسی شده بودند. بیش از 500 سال خلافت عباسی طول کشید. کسی جرأت نداشت کوچکترین انتقادی به خلفای عباسی بکنه، چون دقیقاً خودشون رو جانشینان خدا میدونستن. خلفای عباسی بغداد محاصره میشه و بعد از در واقع یک محاصره طولانی بغداد هم سقوط میکنه. در واقع هولاکو خان به سربازان مغول 40 روز فرصت میده، میگه هر چقدر خواستید از مسلمانان بکشید. و در واقع فاجعه بغداد هم فاجعه بسیار غم انگیزیه. در واقع کشتاری که در واقع مسلمانان رو در بغداد انجام میدن، دانشمندان رو انجام میدن، نظامیه ها رو از بین میبرن، کتاب ها رو در واقع میسوزونن یا در رود دجله میریزن. فاجعه هایی بود که مغول در بغداد انجام داد. جالب قصه هست که میگن به هولاکو خان میگن که اگر خلیفه عباسی رو بکشی و خونش به زمین بریزه آسمون سیاه میشه و طوفان میاد. واقعا هولاکو خان میترسه. میگن که از خواجه نصیرالدین طوسی سوال میکنه، میگه که این واقعیت داره که اگر ما المستعصم بالله رو بکشیم آسمون سیاه میشه و طوفان میاد؟ خواجه نصیرالدین طوسی ظاهرا بهش میگه که نه، ما بزرگان دین زیادی داشتیم توی دینمون که کشته شدن و نه آسمون سیاه شد و نه در واقع طوفانی شکل گرفت. با این حال ظاهرا هولاکو خان باز هم میترسه. در واقع خلیفه رو در یک نمدی میپیچن و به سربازاش میگه که با اسب روی خلیفه برید. بعد میگه هر لگدی که میزنید آسمون رو نگاه کنید ببینید سیاه میشه یا نمیشه. اگه سیاه شد دست نگه دارید، اگه سیاه نشد به کارتون ادامه بدید. و به این ترتیب در واقع المستعصم بالله آخرین خلیفه عباسی از بین میره و سلسله عباسیان بعد از 520 سال حکومت در واقع به دست مغول از بین میره. بعد از فروپاشی خلافت عباسی در واقع مغول‌ها حکومتی رو در ایران پایه‌گذاری میکنن به نام ایلخانیان. یه نکته دیگه هم به شما بگم و این مقدمه رو در واقع به پایان برسونم. مغول‌ها هر جا مقاومت میدیدن نابود میکردن. در واقع انواع اقسام جنایت‌ها رو در مقابل مقاومت‌ها انجام میدادن. یک جا در واقع مردم ایران محافظت شدن از جنایت مغول و اون هم در فارس بود و در شیراز. یعنی اتابکان فارس با مغول‌ها وارد مذاکره شدند. حتی میگن طلا و جواهرات زنهاشون رو در واقع گرفتن و دادن به مغول‌ها و مغول‌ها فارس رو نابود نکردند. و اون فاجعه هایی که مثلا در نیشابور اتفاق افتاد، اون فاجعه هایی که در اصفهان اتفاق افتاد، در
در واقع فارس اتفاق نیفتاد و این اثرات بسیار مهمی در ذهن و اندیشه سعدی گذاشت که با همدیگه در واقع میبینیم. خب بعد از این مقدمه اجازه بدید ببینیم که سعدی کجای این داستان ماست. سعدی گفتم هولوش 606 هجری به دنیا آمد. وقتی که مغول حمله کرد تقریبا یک نوجوان بود و در همون زمانی که در واقع مغول حمله میکنه و اخبار وحشتناک در واقع به شیراز میرسه، سعدی هم رخت سفر میبنده و به بغداد میره. خودش تعریف میکنه، میگه برون جستم از تنگ ترکان چو دیدم جهان در هم افتاده چون موی زنگی. میگه دنیا به هم ریخته. چیزی که سعدی تعریف میکنه اینه که دنیا به هم ریخته و میگه من از این دنیای به هم ریخته در واقع مهاجرت میکنم. سعدی از شیراز میره. توصیف رفتنش از شیراز خیلی زیباست، با دلی بسیار غمگین وقتی داره از شیراز میره در واقع حالت خودش رو اینگونه توصیف میکنه: میروم و سر حسرت به قفا مینگرم، خبر از پای ندارم که قدم میسپرم. میروم بی دل و بی یار و یقین میدانم که من بی دل بی یار نمرد سفرم. پای میپیچم و چون پای دلم میپیچد، بار میبندم و از بار فرو بسته ترم. قدیما که مسافرت میخواستن برن دور مچ پاشونو با پارچه میبستن. سعدی میگه پای میپیچم، دارم آماده سفر میشم، دور پامو دارم میپیچم. همین جوری که دارم پامو میپیچم دلم هم همین جور داره میپیچه. دارم بار میبندم و بارو در واقع روی همدیگه فشار میدم، همین جوری قفسه سینم داره فشرده میشه. پای میپیچم و چون پای دلم میپیچد، بار میبندم و از بار فرو بسته ترم. چه کنم دست ندارم به گریبان اجل، تا به تن در ز غمت پیرهن جان بدرم. اون نهایت ناراحتی در واقع با اون اتفاقاتی که افتاد، سعدی از شیراز میره و این ناراحتیشو به زیباترین ابیات در واقع بازگو میکنه. سعدی به نظامیه بغداد میره. بغداد پایتخت علمی دنیاست و یک جوری بورسیه نظامی بغداد میشه، یعنی همونجا تحصیل میکنه و هم یک مستمری به سعدی میدن. خودش میگه از باب 7 بوستان براتون بخونم: مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود. مرا در نظامیه ادرار بود یعنی من مستمری میگرفتم. مرا استاد را گفتم ای پرخرد، فلان یار بر من حسد میبرد. چو داد معانی دهم در حدیث، برآید به هم اندرون خبیث. میگه من در نظامیه درس میخوندم، یک همکلاسی داشتم که به من حسادت میورزید و ظاهرا سعدی خیلی هم درس خون بوده. خودش هم میگه من خیلی درس میخوندم و مورد حسد واقع میشم. یک بار جهت شکایت از دوستش پیش استادش میره و به استادش میگه که آقا این به من حسودی میکنه و بدگویی دوستش رو پیش استادش میکنه. حالا واکنش استاد رو ببینید به سعدی. شنید این سخن پیشوای ادب، به تندی برآشفت و گفت ای عجب. حسودی پسندت نیامد ز دوست، چه معلوم کردت که غیبت نکوست. گر او راه دوزخ گرفت از خسی، از این راه دیگر تو در وی رسی. خیلی برخورد تندی با سعدی میگه تو حق نداری بیای بدگویی دوستتو بکنی. اگه اون کار بدی کرده تو هم به همون اندازه داری کار بد میکنی. اصلا سعدی در بوستان و گلستان مرتب در این باره صحبت میکنه که آقا شما حق بدگویی دیگران رو ندارید و شنوای بدگویی دیگران نباشید. من از گلستان براتون بگم، از باب 2 گلستان: هر که عیب دیگران نزد تو آورد و شمرد، بیگمان عیب تو پیش دیگران خواهد برد. شک نکنید وقتی شما میشنوید، شما گوش شنوا دارید که بیان براتون و بدگویی دیگران رو بکنن، بدگویی شما رو هم پیش دیگران میکنن. یه بار بگید نه نمیخوام. وقتی اومدن پیش شما گفتن راستی شنیدی در مورد فلانی، بگید نشنیدم، نمیخوام بشنوم. یه بار اینو بگید، چند نفر اینو بگن و باور کنید خیلی از این بدگویی ها کاسته میشه. پر بوستان و گلستان از این مسئله. 30 سال هم سفر میکنه سعدی. یعنی بعد از اینکه در نظامیه درس خوند و فارغ التحصیل شد، 30 سال در جاهای مختلف در واقع سفر میکنه و بعد به شیراز برمیگرده. احتمالاً زمانی که سعدی به شیراز برمیگرده بین حمله 2 و حمله 3 مغول هست. میگه چو باز آمدم کشور آسوده دیدم، پلنگان رها کرده خوی پلنگی. حالا واقعا هم جرأت میخواد که به مغولان بگی پلنگ، میگه پلنگان رها کرده خوی پلنگی. گفت بالاخره مغولای خود آرومتر شده بودم.
سعدی در اینجا یک مرد 50 ساله است حدوداً، یک انسان تحصیل کرده و با تجربه، یه مثل یک درختیه که آماده میوه دادنه و شاهکارهای خودش رو شروع به سرودن میکنه. بوستان، گلستان، غزلیات، قصاید و در واقع شعرهای دیگه‌ای که سعدی در واقع هر کدومش یک گنجینه عظیمی برای ما هست. سعدی در گلستان و بوستان بیشتر معلمی میکنه و در غزلیاتش بیشتر عاشقی میکنه. سعدی معلم عاشق است. وقتی سعدی میخونید بدون شک انگار کنار جویباری نشستید و صدای پای آب میاد. قند و شیرینی است، شهد و نبات است. وقتی که سعدی میخونید دیدار تو حل مشکلات است، صبر از تو خلاف ممکنات است. لبهای تو خضر اگر بدیدی گفتی لب چشمه حیات است. بر کوزه آب نه دهانت بردار که کوزه نبات است. زهر از قبل تو نوشدارو، فحش از دهن تو طیبات است. چون روی تو صورتی ندیدم در شهر که مبطل صلات است. آخر نگهی به سوی ما کن که این دولت حسن را زکات است. سعدی غم نیستی ندارد، جان دادن عاشقان حیات است. ببینید چقدر روان، چقدر زیبا، واقعا مثل کوزه نباتی که خودش میگه وقتی شعر سعدی رو میخونید. سعدی با یک روحیه خوب شروع به سرودن بوستان میکنه. در اقصای عالم بگشتم بسی، به سر بردم ایام با هر کسی. تمتع به هر گوشه ای یافتم، ز هر خرمنی خوشه ای یافتم. دریغ آمدم زان همه بوستان، تهی دست رفتن سوی دوستان. خیلی زیباست. من خودم استادی داشتم، استاد علمی هرندی، میگفت هر کسی که میره کنگره جایی شرکت میکنه و چیزی یاد میگیره باید وقتی که برمیگرده بگه من چی یاد گرفتم، چی اونجا دیدم. سعدی هم اینجا میگه آقا من 30 سال سفر کردم، دانشگاه‌های بیرون رفتم، نظامیه بغداد بودم، دریغ آمدم زان همه بوستان، تهی دست رفتن سوی دوستان. سال سرودن شعرش هم سعدی اینجا میگه ز 600 فزون بود 55 که پردر شد این نامبردار گنج. یعنی در سال 655 هجری در واقع سرودن بوستان اتمام پیدا میکنه. سعدی در بوستان بیشتر معلمی میکنه تا عاشقی. سعدی حرف حسابش اینه که آقا ما نیاز به پند و اندرز داریم. والله ما نیاز به پند و اندرز داریم. بزرگان باید به ما بگن آقا راهی رو رفتن که چاهی بود اونجا، به بچه ها به جوانترها بگن این راهو نرید. جایی رفتن که خارزار بود و پاشون زخمی شد بگن اونجا نرید. جایی رفتن که ضربه خوردن، جایی رفتیم که آبرومون رفت، جایی رفتیم که مشکلی برامون ایجاد شد. خب اینها رو باید به نسل جدیدتر و به بچه ها گفت. ما نیاز داریم به این پند و اندرز. خود سعدی مرتب در بوستانش میگه به نزد من آن کس نکو خواه توست که گوید فلان خار در راه توست. چه خوش گفت یک روز دارو فروش، شفا بایدت داروی تلخ نوش. اگر شربتی بایدت سودمند، ز سعدی ستان تلخ داروی پند. به پرویزن معرفت بیخته، به شهد عبارت برآمیخته. اگر از اون پرسیدن بوستان چه کتابیه، همین یک جمله رو بگید. بوستان کتابی است که به پرویزن معرفت بیخته و به شهد عبارت برآمیخته است. یعنی چی؟ پرویزن یعنی الک کردن. سعدی میگه آقا من این همه معارف یاد گرفتم، اینها رو الک کردم، بهترینش رو نگه داشتم و بعد اینها رو هم همینجوری دست شما ندادم، شیرینش کردم. مثل شما شربت میخوایم به بچه ها بدید، میرید داروخونه میگید آقا یه شربتی بدید که شیرین باشه، یه طعم خاصی داشته باشه که بچه‌ام میدم بپذیره. میگه آقا جان من همین پندهایی که ممکنه خیلی شیرین نباشه رو شیرینش کردم، به شهد عبارت برآمیختم و این رو در اختیار در واقع مردم ایران قرار دادم. یکی بر تربتی فریاد میکرد که اینان پادشاهان جهانند. بگفتم تخته‌ای برکن ز گوری، ببین تا پادشه یا پاسبانند. بگفتا تخت برکندن چه حاجت، که میدانم که مشتی استخوانند. نصیحت
داروی تلخ است و باید که با جلاب در حلقت چکاند. چنین سمغونیای شکرآلود ز داروخانه سعدی ستانند. دیگه خودش اینجا کتاب خودش رو داروخونه توصیف می‌کنه. آیه داروخونه واقعا بوستان و گلستان در واقع کتاب زندگی است، درس زندگی است، درسیه که شیرین شده. خیلی مسئله مهمیه ها که شما بتونید درس زندگی رو شیرین بدید. من همون زمان گفتم خواجه نصیرالدین طوسی. خواجه نصیرالدین طوسی هم یک کتاب اخلاق داره به نام اخلاق ناصری، ولی متاسفانه هیچ وقت اون جایگاه خودش رو پیدا نکرد. بعید میدونم هیچ کدوم از شما که الان صحبت منو میشنوید اصلا نگاهی کرده باشید، اصلا شنیده باشید کتاب به نام اخلاق ناصری. ولی چرا بوستان و گلستان زنده میمونه؟ به خاطر که شیرین گفته شده و به جان ما میشینه. شعر سعدی خیلی نیاز به تعبیر و تفسیر نداره. ما در مورد حافظ واقعیتش اینه که تا حدی دچار گیجی و سرگشتگی میشیم در عین لذتی که میبریم. وقتی حافظ صحبت از می میکنه نمیدونیم منظورش چیه. وقتی از یار میگه، وقتی از نگار میگه، وقتی از محبوب میگه، وقتی از دلبر میگه، ما نمیدونیم واقعا منظور چیه. حافظ مثلا در یه بیتش میگه خمها همه در جوش و خروشند ز مستی، وان می که در آنجاست حقیقت نه مجاز است. همین یه بیت ببینید چقدر در واقع روش حرف هست، چقدر تفسیر شده این بیت. تو همون غزلی که میگه المنت لله که در میکده باز است، آقا رفته در میکده خمهای شراب میبینه که در حال جوش و خروجه و بعد میگه این می حقیقت هست نه مجاز. حالا ببینید چقدر تفسیر شده که حقیقت چیه، مجاز چیه. این می انگوریه یا نه می معرفت و می الهیه. یا مثلا وقتی میگه ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت. خب شاهد زیباروی قدسی، نقاب، کی بند نقاب رو باز کنه؟ ببینید فوق‌العاده اشعار حافظ زیباست، ولی هزاران تفسیر میشه از این اشعار حافظ انجام داد. اما سعدی داخل کوچه و بازاره، قاطی مردمه. وقتی شما مولانا رو میخونید، مولانا در آسمان ها پرواز میکنه، مولانا اصلا روی زمین نیست. وقتی حافظ میخونید نمیدونید کی حافظ تو آسمونه داره پرواز میکنه و کی روی زمین هست. اما سعدی از ما ارتفاع نمیگیره، کنار ما ایستاده سعدی و داره با ما صحبت میکنه و درس زندگی میده، به زبان ساده با ما صحبت میکنه. از بوستان سعدی باب دوم براتون یه شعری بخونم. بذارید وقتی، میخوام ببینید چقدر ساده است توصیه های زندگی سعدی. بذارید وقتی زنی پیش شوی که دیگر مخر نان ز بقال کوی، به بازار گندم فروشان گرای که این جو فروشی است گندم نمای، نه از مشتری که زحام مگس به یک هفته رویش ندیده است کس. خلاصه یه خانومی میره پیش شوهرش شروع میکنه به غر زدن که آقا این بقال سر کوچه رو از این چیزی نخر، جنسش خوب نیست، مشتری نداره، برو مرکز شهر اونجا خرید بکن. شروع میکنه به غر زدن سر شوهرش. حالا جواب شوهر رو با هم بشنویم. به دلداریان مرد صاحب نیاز، به زن گفت که ای روشنایی بساز. ببینید همه ابیات هم زیباست. نکنید واکنش این مرد به همسرش، میگه ای روشنایی، ای چراغ خونه من، عزیز من بساز. به امید ما کل به اینجا گرفت، نمردی بود نفع از او وا گرفت. میگه آقا این به امید ما اومد اینجا مغازه زد. درسته تو میگی بریم بازار شاید یه ذره ارزون تر باشه، شاید یه ذره قضیه فرق بکنه، اما اینم گناه داره. این ما رو دید ما اینجا خونه داریم، اومد اینجا یه کلبه‌ای گرفت. ره نیک مردان آزاده گیر، چو استاده ای دست افتاده گیر. از باب دوم باز براتون بخونم. مرا باشد از درد طفلان خبر، که در طفلی از سر برفتم پدر. سعدی در طفلی وقتی بچه بود پدرش از دست داد. یتیمر بگرید که نازش خرد، وگر خشم گیرد که بارش برد. در مورد یتیم ها بسیار سخن داره سعدی. میگه حواستون باشه، بچه‌ای که پدر نداره، بچه‌ای که مادر نداره، وقتی گریه میکنه شاید کسی نباشه نازشو بخره. الا تا نگرید که عرش عظیم، بلرزد همی چون بگرید یتیم. وای به روزی که یتیم گریه بکنه، عرش خدا به صدا در میاد. چو بینی یتیمی سرفکنده پیش، مده بوسه بر روی فرزند خیش.
ببینید درس رو راحت، درس زندگی رو داره به شما میگه. آقا بچه یتیمی اونجا وایساده، پدر نداره، مادر نداره، بچه تو نوازش نکن. جلوی بچه یتیم بچه تو نبوس. توصیه هایی به این سادگی، توصیه هایی که نه تفسیر میخواد نه کتاب میخواد، فقط باید با جان دل گوش کنی و بهش عمل بکنی. از باب 5 براتون بخونم. سیهکاری از نردبانی فتاد، شنیدم که هم در نفس جان بداد. سیهکار اینجا به معنیه که آدم ریاکاره. یه آدم ریاکاری از نردبون افتاد، به محضی هم که افتاد فوت شد. پسر چند روزی گرستن گرفت، دگر با حریفان نشستن گرفت. قصه زندگیه. یه چند روزی پسرش گریه کرد، بعدش هم رفت با دوستاش دنبال خوشگذرونیش، اصلا یادش رفت پدرش. یه مدتی گذشت و پدرش رو به خواب دید. به خواب اندرش دید و پرسید حال، که چون رستی از حشر و نشر و سال. به باباش پرسید که پدرم تو فوت شدی، اوضاع چطوری بود؟ چی ازت پرسیدن؟ چیکار کردی؟ چجوری حساب پس دادی؟ به گفته ای پسر قصه بر من مخوان، به دوزخ در افتادم از نردبان. میگه حال و احوال آدمای ریاکار اینه که از نردبون یک ضرب افتادم تو دوزخ، کسی سوالی اصلا از من نپرسید. قصه های شیرین. از باب 7 بوستان. یکی خوب خلق خلق پوش بود، که در مصر یک چند خاموش بود. یه مرد خیلی محترمی رفته بود مصر، لباسهای کهنه‌ای هم داشت، خیلی مردم بهش ارادت پیدا کرده بودن. خردمند مردم ز نزدیک و دور، به گردش چو پروانه جویان نور. تفکر شبی با دل خیش کرد، که پوشیده زیر زبان است مرد. اگر همچنین سر به خود در برم، چه دانند مردم که دانشورم. یه روز پیش خودش گفتش که آقا من حرف نمیزنم، اینقدر مرید دارم، اگه حرف بزنم ببین چه خبر میشه. سخن گفت و دشمن بدانست و دوست، که در مصر نادانتر از وی هموست. سعدی از مدیح گویی و مجیزگویی صاحبان قدرت بیزار بود. بدش می اومد از چاپلوسی کردن. متاسفانه یکی از آفت‌هایی که در واقع شعر و ادبیات ما هم داشت، در واقع این که خب شاعرای ما شاید بیش از حد تملق و چاپلوسی اربابان قدرت رو میکردن. البته نمیشه قضاوت در تاریخ کرد، شاید مجبور بودن، شاید فقیر بودن، ولی به هر حال سعدی از این قضیه خوشش نمیاد. حتی در یکی از در واقع قسمت‌های بوستان، سعدی انتقاد بسیار تندی به ظهیرالدین فاریابی میکنه، شاعر بزرگ ایرانی قرن 6. یه شعری داره در مدح قزل ارسلان که یک 9 کرسی فلک نهد اندیشه زیر پای، تا بوسه بر رکاب قزل ارسلان زند. یعنی 9 کرسی آسمان رو شما بذارید رو هم بر اساس حالا تئوری های بطلمیوسی، بعد 9 کرسی رو برید بالا، تازه میرسید به رکاب قزل ارسلان، اونجا رو ببوسید. خب خیلی مدح در واقع زننده‌ای هست. سعدی میگه مگو پای عزت بر افلاک نه، بگو روی اخلاص بر خاک نه. چه حاجت که 9 کرسی آسمان نهی زیر پای قزل ارسلان. دقیقاً اشاره داره به شعر ظهیرالدین فاریابی. برای چی اینجوری داری مدح میکنی؟ اما به هر حال سعدی ما هم که بوستانش رو سرود، مجبور بود که در واقع به اتابک فارس، حاکم زبان شیراز، تقدیم بکنه. اما با نهایت ناراحتی این کار رو انجام میده. بخونید بوستان رو، خیلی جالب. اونجایی که میخواد شعر رو در واقع تقدیم، بوستان رو تقدیم به اون حاکم شیراز بکنه، میگه مرا طبع از این نوع خواهان نبود، سر مدحت پادشاهان نبود. آقا من نمیخواستم این کار رو بکنم، ولی نظم کردم به نام فلان، مگر بازگویند صاحب دلان، که سعدی که گوی بلاغت رو بود، در ایام بوبکر بن سعد. بالاخره میگه که آره من در زمان ابوبکر بن سعد بن زنگی در واقع هستم و این کتاب رو بنا به اون کردم. بعد بلافاصله، خیلی جالبه برای من، بخونید این کتاب رو، میگه هم از بخت فرخنده فرجام توست، که تاریخ سعدی در ایام توست. بلافاصله به طرف میگه آقا جان، برای من افتخاری نیست که زمان تو زندگی میکنم، افتخار برای تو هست که زمان من داری زندگی میکنی. واقعا هم جالب و شجاعت میخواد که در واقع یه شاعر با حاکمان زمان خودش اینجوری، یعنی کتاب خودش هم که تقدیم میکنه کلی منت سر طرف داره میذاره.
بوستان سعدی 10 تا باب داره، حدوداً 4000 بیت داره. 1000 بیت اول اون در باب اولش هست که عدل و تدبیر و رای، در واقع پند و اندرز به پادشاهان و صاحبان قدرت. 1/4 بوستان پند و اندرز دادن به صاحبان قدرت هست. حقگویی، زبان رک و صریح سعدی در مقابل صاحبان قدرت فوق‌العاده است. میدونید سعدی خیلی تئوری براندازی نداشت که یه حاکم قدرتمندی رو در واقع ما بیایم و در واقع براندازی بکنیم. نصیحت میکرد. میدونید چی میگفت؟ میگفت آی کسی که صاحب قدرتی، اصلا به نفع خودته که عادل تر باشی، به نفع خودته که با مردم مهربان باشی، حکومت خودت پایدارتر هستش. چو یزدانت مکرم کرد و مخصوص چنان زی در میان خلق عالم، که گر وقتی مقام پادشاهی نباشد همچنان باشی مکرم. میگه آقا یه مدتی مسئولیت بهت دادن، یه جوری رفتار کن که وقتی اون مسئولیت رو ازت گرفتن همچنان در دل مردم محترم باشی. حرامش باد ملک و پادشاهی، که پیشش مدح گویند از قفازم. حرام باد حکومت و مسئولیت در دست کسی که جلو روش مدحشو میگن، ولی به محضی که از اتاقش میرن بیرون در واقع بدشو میگن. و ما من ظالم الا و یبلا و ان طال المدی یوما بازلم. من ظالمی رو ندیدم مگر این که به ظالم تر از خودش مبتلا بشه. نه هر کس حق تواند گفت گستاخ، سخن ملکیست سعدی را مسلم. خب این حرفا خیلی سنگینه، یعنی شما ابیات بوستان رو بخونید خیلی این حرفا سنگینه. سعدی اینجا خودش هم میگه نه هر کس حق تواند گفت، یعنی هیچ کس اینجوری نیست که هر کسی مثل من بتونه گستاخانه حرف حق بزنه. شنیدم که خسرو به شیرویه گفت، در آن دم که چشمش ز دیدن بخفت. بران باش تا هر چه نیت کنی، نظر در صلاح رعیت کنی. این چیزی که هر کس مسئولیتی میگیره باید بالا سر خودش بزنه. بران باش تا هر چه نیت کنی، نظر در صلاح رعیت کنی. ریاست به دست کسانی خطاست، که از دستشان دستها بر خداست. پندی اگر بشنوی ای پادشاه، در همه عالم به هزین پند نیست. جز به خردمند مفرما عمل، گرچه عمل کار خردمند نیست. مرتب داره توصیه میکنه. پادشاه میگه آقا اگه میخوای مسئولیت بدی، دنبال آدمای خردمند باش، دنبال آدمهایی باش که عقلشون کار میکنه. به هر کسی مسئولیت نده. البته اینجا یه تناقضی داره. من هر وقت این بیتو میخونم خیلی به فکر فرو میرم. میگه جز به خردمند مفرما عمل، گرچه عمل کار خردمند نیست. یعنی اگه طرف واقعا خردمند باشه نمیاد واسه تو کار بکنه. بزرگان مسافر به جان، همه اینها که دارم میگم از باب اول بوستان هستش. توصیه و نصیحت به پادشاهان و اربابان قدرت. بزرگان مسافر به جان پرورند، که نام نکویی به عالم برند. تبه گردد آن مملکت عنقریب، که زو خاطر آزرده آید غریب. غریب آشنا باش و سیاح دوست، که سیاح جلاب نام نکوست. دقیقاً این ابیات سعدی اشاره داره به همون اتفاق وحشتناکی که در واقع سلطان محمد خوارزمشاه با تاجران و سفیران مغول کرد. گفت آقا اگه میخوای کشورت آباد بشه، با خارجی‌ها درست برخورد، با بازرگانان درست برخورد کن، با سیاحان درست برخورد کن. اگر اونها اذیت بشن، اگر اونها آزار ببینن، وقتی میرن بد کشورت رو میگن. اما اگه با اونها خوب برخورد بکنی، وقتی میرن خوب کشورت رو میگن. آبادانی برای کشورت میاد که سیاح جلاب نام نکوست، جلب میکنه آدم در واقع افراد رو. چرا این حرفا رو میزنه؟ چون سعدی، من تو مقدمه به شما گفتم، در واقع اتفاقهایی که برای در واقع ایران افتاد، سعدی نسبت به اونها کاملا آگاه بود. البته سعدی اینجا بازم میگه یه حرف مهم دیگه هم داره. میگه غریبی که پر فتنه باشد سرش، میازار و بیرون کن از کشور. حالا یه غریبه ای اومد نه میخواد اذیت کنه، فتنه ای تو سرشه، میگه آقا کارش نکن، از کشورت فقط بیرونش کن. نصایح جالبیه به در واقع کسان، به حاکمان، صاحبان قدرت. این نصیحت خیلی مهم دیگه ای داره اینجا باب اول. چو خشم آیدت بر گناه کسی، تأمل کنش در عقوبت بسی.
میگه آقا نسبت به کسی خشمگین شدی، عصبانی شدی، کار اشتباهی کرد، میخوای مجازاتش کنی، صبر کن که سهل است لعل بدخشان شکست نشاید دگر باره بست. میگه یه لعلو میشه راحت شکوند، ولی اون لعل شکسته رو دیگه نمیشه به اون سادگی روز اولش برگردون. صبر کن. میخواین کسی رو مجازات کنید، میخوای آبروی کسی رو ببرید، میخواید یک اقدامی علیه کسی انجام بدید، یه مقدار تأمل بکن. الان تو بحث فضای مجازی که هست میگن عکسی میخواید بذارید، متنی میخواید بذارید، یه اصطلاح انگلیسی هست میگن pause before post. صبر کن، یه بار دیگه نگاه کن، اون عکسه ببین آبروی کسی رو نمیبره توش، اون متن ببین توهینی به کسی نیست. pause before post. اینجا سعدی داره به حاکمان توصیه میکنه قبل از این که بخواد یکی رو مجازات کنید یه مقدار صبر بکنید، یک مقدار تأمل بکنید و بعد افراد رو مجازات بکنید. چو خدمت گذاریت گردد کهن، حق سالیانش فراموش مکن. گر او را حرم دست خدمت ببست، تو را بر کرم همچنان دست هست. بحث بازنشستگی چقدر هم زیبا میگه یه کسی که برای تو کار کرد حالا پیر شده، یه گر او را حرم دست خدمت ببست، یعنی پیر شد دیگه نمیتونه به تو خدمت بکنه. یه عمر خدمت کرد برای تو، الان نمیتونه. یادت باشه، حواست باشه، مقرری اون رو داشته باش. دقیقاً دستور بازنشستگی رو اینجا سعدی داره به حاکمان میگه. من فکر میکنم هر کس مسئولیتی تو کشور ما میگیره. خیلی خوبه که یک بار بشینه باب اول بوستان رو از اول تا آخرش بخونه. خیلی براش درس آموزه. از گلستان تو سیرت پادشاهان، چون میدونی باب اول گلستان هست در سیرت پادشاهان، باب اول بوستان هست در عدل و تدبیر و رای. در واقع هر دو دارن پادشاهان و صاحبان قدرت رو نصیحت میکنن. حالا اینجا من یه قسمت از گلستان رو بخونم براتون که اشاره به یه اتفاق تاریخی داره. میگه ناسزایی را که بینی بختیار، عاقلان تسلیم کردند اختیار. چون نداری ناخن درنده تیز، با ددان آن به که کم گیری ستیز. هر که با پولاد بازو پنجه کرد، ساعد سیمین خود را رنجه کرد. یا آقا اگه زورت نمیرسه گلاویز نشو. قصه مغولان و اتابکان فارس. یعنی سعدی دیده بود که آقا جان اتابکان فارس یک جوری صحبت کردن با مغول‌ها و در نیفتادن که جان بسیاری از مردم نجات پیدا کرد. میگه آقا اگه زورت نمیرسه با یه آدم قلدر آقاش در نیفتی خود. هر که با پولاد بازو پنجه کرد، ساعد سیمین خود را رنجه کرد. بعد چی میگه؟ میگه صبر کن، باش تا دستش ببندد روزگار، پس به کام دوستان مغزش برار. میگه صبر کن، اگه واقعا فکر میکنی که باید انتقام بگیری صبر کن، قوی شه، تو قوی بشی و اون ضعیف بشی، بعد هر کاری خواستی بکن. یه شعر دیگه بخونه از باب اول. در اخبار شاهان پیشینه هست، که چون تکله بر تخت زنگی نشست. چنین گفت یک ره به صاحب دلی، که عمرم به سر رفت بی حاصلی. تکله ظاهراً یکی از حاکمان عادل اون زمان بوده و مردم جز خوبی ازش ندیده بودن. یه بار تکله پیش خودش میگه که آقا جان بس دیگه، چرا اینقدر من تو کار اجرایی هم دارم کار میکنم، عمرمو دارم تلف میکنم، بهتره کارو بذارم کنار و برم عبادت خداوند انجام بدم باقی عمرمو. چو بشنید دانای روشن نفس، به تندی برآشفت که ای تکله بس. طریقت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. تو بر تخت سلطانی خیش باش، به اخلاق پاکیزه درویش باش. یه تکله چی میگی؟ عبادت به جز خدمت خلق نیست. کجا میخوای ول کنی بری عبادت چی بکنی؟ عبادت یعنی خدمت خلق. و البته بیت آخر سعدی که حالا محل صحبته، سعدی میگه تو بر تخت سلطانی خیش باش، به اخلاق پاکیزه درویش باش. میگفتش که آقا تو آدم خوبی هستی، سر کارت باش، به اخلاق پاکیزه درویش باش و در واقع کارتو انجام بده. چی میخوای کارتو ول کنی بری عبادت کنی؟ عبادت کردن یعنی خدمت به مردم کردن. یه قصه دیگه بخونیم که این قصه رو فکر میکنم خیلیاتون خونده باشید. یکی از بزرگان اهل تمیز حکایت کند ز ابن عبدالعزیز، که بودش نگینی در انگشتری، فرو مانده در قیمتش جوهری.
بفرمود و بفروختندش به سیم، که رحم آمدش بر غریب و یتیم. به 1 هفته نقدش به تاراج داد، به درویش و مسکین و محتاج داد. فتادند در وی ملامت کنان، که دیگر به دستت نیاید چنان. بالاخره اوضاع خوبی نبود. این حاکم برداشت اون جواهر گرون قیمتش رو فروخت و پولش رو بین مردم تقسیم کرد. بلافاصله خیلی از اطرافیانش اومدن بهش شروع کردن بهش در واقع طعنه زدن که چه کاری بود کردی؟ تو دیگه این جواهر رو به دست نمیاری. شنیدم که میگفت باران دم، فرو میدویدش به عارض چشم. مرا شاید انگشتری بینگین، نشاید دل خلقی اندوهگین. یکی از مهمترین نکاتی که بوستان در واقع سعدی داره توش دقت نظر داره و حرف میزنه، یعنی مسئله به فکر دیگران بودنه. اخلاق یعنی این که به فکر دیگران باشید. این نمیشه. خیلی سعدی در این مورد زیاد صحبت داره. میگه نمیشه که یه گروهی خوش باشن، خوشحال باشن، بقیه مردم بسوزن و ناله کنن و در عذاب باشن، یه گروه خوش باشن. به پادشاه هم همینو میگه، به حاکمان هم همینو میگه. میگه نمیشه که زیر دستان شما در عذاب باشن، شما خوشی بکنید. و حالا این به فکر دیگران بودن، این چیزی که الان به هر حال غربی ها بهش میگن آلترویزم، ما ترجمهش کردیم به نوع دوستی. باید به فکر دیگران باشید. اخلاق یعنی که به فکر دیگران باشید. چنان قحط سالی شدن در دمشق، که یاران فراموش کردند عشق. در آن حال پیش آمدم دوستی، از او مانده بر استخوان پوستی. وگرچه به مکنت قوی حال بود، خداوند جاه و زر و مال بود. بدو گفتم ای یار پاکیزه خوی، چه درماندگی پیشت آمد بگوی. بغرید بر من که عقلت کجاست، چو دانی و پرسی سؤالت خطاست. نبینی که سختی به غایت رسید، مشقت به حد نهایت رسید. یه قحطی تو دمشق اومد، مردم گرفتار شدن. میگه من دوستمو دیدم که آدم بسیار ثروتمندی بود، ولی اون هم در واقع پوست رو استخونش شده بود از شدت گشنگی و ناراحتی. من رفتم بهش گفتم که بدو گفتم آخر تو را باک نیست، کشد زهر جایی که تریاک نیست. حالا مشکلی پیش اومده، تو انقدر ثروت داری که مشکلی نداری که. گر از نیستی دیگری شد هلاک، تو را هست بط راز طوفان چه باک. وقتی طوفان میاد، مرغ دریایی چه نگرانی داره؟ وقتی بر فراز موج‌ها داره ولش کن، تو که داری. حالا جواب گوش کنی. نگه کرد رنجیده در من فقیه، نگه کردن عاقل اندر سفیه. من از بینوایی نیم روی زرد، غم بینوایان رو خم زرد کرد. نخواهد که بیند خردمند ریش، نه بر عضو مردم نه بر عضو خیش. جالبه بهتون بگم، وقتی هولاکو خان تو مقدمه بهتون گفتم به بغداد حمله کرد و در واقع خلیفه بغداد المستعصم بالله رو گرفت، رفت و به مستعصم گفتش که جایی که طلا جواهراتون رو نگه می‌دارید به من نشون بدید. و مستعصم رفت و یک گنجینه بزرگی از طلا و جواهرات رو در واقع به هولاکو خان نشون داد. هولاکو خان همینجوری که طلا و جواهرات رو نشون میداد به المستعصم گفتش که برای چی اینقدر مال و اموال جمع کردی؟ برای چی شما این همه طلا و جواهر رو اینجا ذخیره کردی؟ چرا از این طلا و جواهر به سربازات ندادی؟ مستعصم، اگر به اونها پول میدادی، اونها شکمشون سیر بود، باور کن از تو بهتر محافظت میکردن در مقابل من. حاصل این همه جمع کردن و طلا و جواهر برای شما چی بود؟ اینو هولاکو خان میگه و المستعصم بالله آخرین خلیفه عباسی. شبی دود خلق آتشی برفروخت، شنیدم که بغداد نیمی بسوخت. یکی شکر گفتن در آن خاک و دود، که دکان ما را گزندی نبود. یه روز بغداد نصفش آتش گرفت، بسیاری از دکانها از بین رفتن. یه نفر اون وسط گفت خدا رو شکر دکان من آتش نگرفت. جهان دیده ای گفت ای بوالهوس، تو را خود غم خیشتن بود و بس. پسندی که شهری بسوزد به نار، اگرچه سرایت بود بر کنار. اینقدر تو بوستان از این ابیات زیاده. من یه قسمتشو دارم به شما میگم و در واقع
شاهکار سعدی وقتی میگه بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. میگه آقا ما همه عضو یک پیکریم. ببینید ما در علم پزشکی هم اینو داریم. من در رشته تخصصی خودم که ارتوپدی بگم، رشته یک استخوان میشکنه تمام بدن در حال آماده باش در میاد. یک واکنش التهابی به وجود میاد، سلول های استخوانساز از تمام بدن میان اینجا که شروع کنن کمک کردن. اینجوری نیستش که بگیم آقا یه جای بدن شکسته، دست راست بگه به من ربطی نداره، لگن بگه به من ربطی نداره. همه با هم در ارتباطن. درد یه قسمت رو همه میکشن. اصلا وقتی ما تب میکنیم این در واقع یه سیگنالی هستش که بدن آماده باشه. شست پای شما عفونت بکنه، مغز استخوان سلول‌های دفاعی رو که هنوزم کامل بالغ نشدن میریزه در داخل خون برای نجات دادن. چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. تمام اخلاقیات سعدی همینه. آقا ما نمیتونیم فقط خودمون خوشحال باشیم و به فکر بقیه نباشیم. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. انسانیت اینه که به فکر بقیه باشی. یه شعر دیگه از باب اول بخونم، شعر قشنگیه، بعد بریم سراغ باب دوممون. ندانم کجا دیدم در کتاب که ابلیس را دید شخصی به خواب، به بالا صنوبر به دیدن چو هور، چو خورشیدش از چهره میتافت نور. یه نفر شیطان رو به خواب دید، خیلی زیبا دید. شیطان اصلا اونجوری نبود که اصلا ما تو نقاشی ها دیدیم. فرا رفت و گفت ای عجب این تویی، فرشته نباشد به این نیکویی. رفتم جلو تو خواب به شیطان گفتم تو چقدر زیبایی، تو از فرشته ها زیباتری. تو که این روی داری به حسن قمر، چرا در جهانی به زشتی سمر؟ تو که اینقدر زیبایی چرا تو دنیا به زشتی معروفی؟ چرا نقش بندت در ایوان شاه، دژم روی کردست و زشت و تباه. میگه چرا همه جا نقاشیای تو رو که من میبینم نقاشیای دیو، نقاشیای زشت از تو میکشن. شنید این سخن بخت برگشت دیو، به زاری برآورد بانگ و غریب، که ای نیک بخت این نه شکل من است، ولی کن قلم در کف دشمن است. شیطان میگه آقا انسان دشمن منه، من از بهشت بیرونش کردم، کم کاری نکردم، دشمن من منو این شکلی میکشه. فکر میکنی دشمن من منو خیلی خوب میکشه؟ حالا این نمادینه این داستان هایی که تعریف میکنه. چه بسا آدم هایی که واقعا ازشون همه جا بد میگن و وقتی کنارشون میشینی میبینی که اینقدر آدم های بدی نیستن. یا مثل همون داستانی که اون فقیهی که تو مصر بود، فکر میکنن که چه آدم های بزرگی هستن و تا سخن در واقع به زبان میارن میفهمی که نه، اونجوری که ما فکر میکردیم این آدما نیستن. اما بریم سراغ باب دوم بوستان که باب احسان هست. باب اول باب عدل و تدبیر و رای بود و باب دوم باب احسانه. 1000 بیت اول بوستان گفتم درباره عدل و تدبیر و رای، پند و اندرز به صاحبان قدرته، به پادشاهانه، به حاکمانه، به مسئولینه. اما وقتی باب احسان هست، روابط بین انسان هاست. احسان جایگاهی شاید بالاتر از عدل داشته باشه. سعدی حاکمان رو به احسان در واقع توصیه نمیکنه، اونها رو به عدل و تدبیر و رای توصیه میکنه. اما در باب دوم که باب احسانه، روی سخنش با مردمه که با همدیگه احسان بورزید. شنیدم که 1 هفته ابن السبیل، نیابد به مهمان سرای خلیل. قصه از حضرت ابراهیم میگه که در واقع غذا میداد به افراد فقیر. به تنها یکی در بیابان چو بید، سر و مویش از گرد پیری سپید. یه مدتی بود کسی نیومده بود خونه ابراهیم، بالاخره یه پیرمرد فقیری رو میبینه، تمام موی و ریش و همه سفید کامل، سن بالا. دعوتش میکنن که بیا در خونه ابراهیم در واقع اونجا غذا بخور. چو بسم الله آغاز کردن جمع، نیامد ز پیرش حدیثی به سمع. همه موقع غذا خوردن بسم الله گفتن، ولی این پیرمرد بسم اللهی نگفت. ابراهیم عصبانی میشه، برمیگرده به پیرمرد میگه نه شرط است وقتی که روزی خوری، که نام خداوند روزی بری. ابراهیم بهش میگه چرا بسم الله نگفتی؟ تو باید نام خدا رو ببری وقتی میخوای غذا بخوری.
پیرمرد نگاهی میکنه و میگه بگفتا نگیرم طریقی به دست که نشنیدم از پیر آذرپرست. پیرمرد میگه آقا من مسلمان نیستم و استاد منم همچی چیزی به من یاد نداده اصلا. به خاری براندش چو بیگانه دید که منکر بود پیش پاکان پلید. سروش آمد از کردگار جلیل به هیبت ملامت کنان کی خلیل. منش داده 100 سال روزی و جان تو را نفرت آمد از او یک زمان. خدا به ابراهیم میگه که من 100 سال به این آدم روزی دادم، تو یه لحظه نتونستی بهش غذا بدی. خداوند بارها سعدی رو میگه خداوند در واقع سفره طعامش رو همه جا پهن کرده بدون اینکه بپرسه دین و ایمان چیه. اگه کسی داره اینجا یک جای کاری میکنه و کارش رو درست انجام میده، دین و ایمانش به شما چه ربطی داره؟ ما حق نداریم نون آدم ها رو خیلی راحت ببریم. جالب بهتون بگم که شیخ ابوالحسن خرقانی از عرفای قرن 4 بالای در واقع خانقاهی که داشت جمله‌ای نوشته بود که هر که در این سرا در آید نانش دهید و از ایمانش نپرسید. یکی سیرت نیک مردان شنو اگر نیک بختی و مردانه رو که شبلیز حانوت گندم فروش به ده برد انبان گندم به دوش. قصه شبلی رو میگه، یکی از عرفای بزرگ و خوشنام اون زمان که از دهش میره بیرون یه مقدار گندم میخره و به خانه میاره. وقتی به خانه میاره میبینه یک مورچه سرگردان داره روی این خوشه های گندم میدوه. نگه کرد و موری در آن غله دید که سرگشته هر گوشه ای میدوید. حالا ببینید شبلی چی میگه. شبلی از این قضیه ناراحته، میگه که من این مورچه رو از خونه خودش سرگردان کردم آوردم اینجا، مروت نباشد که این مور ریش پراکنده گردانم از جای خیش. چه خوش گفت، اینجاست که سعدی نام فردوسی رو میاره در بوستان. چه خوش گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد. میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است. این جان شیرین خیلی نکته مهمیه. ما حق نداریم جان شیرین جانداران رو سادگی و بدون دلیل ازشون بگیریم. هر جانداری ارزشمندترین موجودیش همون جان شیرینیه که داره. بعد سعدی میگه سیاه اندرون باشد و سنگ دل که خواهد که موری شود تنگ دل. یه حتی به اندازه‌ای که دل مورچه‌ای رو آزار بدید نباید این کارو بکنید. دل کسی رو نباید به درد بیارید. سیاه اندرون باشد و سنگ دل که خواهد که موری شود تنگ دل. بخونید این اشعار رو برای فرزندانتون بخونید. فوق‌العاده زیباست، فوق‌العاده روح نوازه. یک شعر دیگه بخونم از باب تواضع. شنیدم که وقتی سحرگاه عید ز گرمامه آمد برون بایزید. حالا شما فرض کنید که زمانهای قدیم که گرمامه های عمومی بود و با چه مشقاتی میرفتن حمام. حالا سحرگاه عید یک نفر رفته حمام. اون فرد که بایزید بسطامی، اونم از عرفای بزرگ ما بود. شنیدم که وقتی سحرگاه عید ز گرمابه آمد برون بایزید. یکی تشت خاکسترش بی خبر فرو ریختند از سرایی به سر. یه همسایه‌ای بی خبر تشت خاکستر ریخت و همش ریخت سر بایزید. همی گفت شولیده دستار و موی کف دست شکران مالان به روی که ای نفس من در خور آتشم خاکستری روی در هم کشم. یه نفس آروم باش، عصبانیتتو کنترل بکن. من در خور آتشم، نباید با این قضیه عصبانی. اینجوری کار میکردن رو نفس خودشون، اینجوری کار میکردن رو نفس خودشون. تواضع سر رفعت افرازدت، تکبر به خاک اندر اندازدت. چو استاده ای بر مقامی بلند، بر افتاده گر هوشمندی مخند. اگه یه جایی دنیا تو رو به مقام بلندی رسوند، بر افتاده گر هوشمندی مخند. حواست به اون کسایی که افتادن باشه. بسا ایستاده در آمد ز پای که افتادگانش گرفتن جای. دنیا قصهش همینه. یه روز تو ایستادی نفر بعدی افتاده، فرداش تو میافتی نفر بعدی ایستاده است. بنابراین تواضع رو فراموش نکن.
دچار تکبر نشو. حرفی که اینها میزدن بزرگان ما، میگفتن ریشه غرور و تکبر در جهله. اگر انسان خودشو، چرا اینقدر رو خودشناسی بحث میکردن؟ میگفتن اگر شما خودتو بشناسی دچار تکبر نمیشی. خودتو بشناس تا دچار تکبر و غرور نشی و تواضع داشته باشی. یه شعر قشنگ دیگه از بوستان بخونیم. سگی پای صحرا نشینی گزید، خشمی که زهرش ز دندان چکید. شب از درد بیچاره خوابش نبرد، به خیلندرش دختری بود خورد. پدر را جفا کرد و تندی نمود، که آخر تو را نیز دندان نبود. مثل قشنگه یک سگی پای پدری رو گاز گرفت و شب درد داشت. این پدر دختر بچه‌ای داشت اونجا. دختر بچه به پدرش گفتش که بابا تو هم دندون نداشتی؟ اون که دندون داشت تو رو گاز گرفت، خب تو هم دندون داشتی گازش میگرفتی. پس از گریه مرد پراکنده روز، بخندید که ای مامک دلفروز. عزیز دلم دخترکم، مرا گرچه هم سلطنت بود و بیش، دریغ آمدم کام و دندان خویش. اینجا سلطنت یعنی من قدرتشو داشتم، ولی حیف دندون و دهن خودم اومد. همیشه لازم نیست جواب هر کسی رو بدید. لازم نیست هر کسی به شما دشنام داد برگردید شما بهش دشنام بدید. دریغ آمدم کام و دندان خویش. حالا این نصیحت ها رو سعدی میکنه. من دوست دارم یه شعر دیگه از سعدی بخونم که ببینیم که در یه جاهای سعدی ممکنه که نصیحت خودش رو هم عمل نکنه. از باب 5 که در رضا هست، اولین شعری که میخونه شعر جالبیه. با هم بخونیم. شبی زیت فکرت همی سوختم، چراغ بلاغت می افروختم. پراکنده گویی حدیثم شنید، جز احسنت گفتن طریقی ندید. هم از خبث نوعی در آن درج کرد، که ناچار فریاد خیزد ز درد. که فکرش بلیغ است و رایش بلند، در این شیوه زهد و طامات و پند. نه در خشت و کوپال و گرز گران، که این شیوه ختم است بر دیگران. پراکی آدم بد ذاتی، حالا سعدی اینجا یه پراکندگو اومد شروع کرد سعدی رو تحقیر کردن. اولا یادتون باشه شما سعدی شیرازی هم که باشید، بازم آدمایی هستن که به کارتون ایراد بگیرن و تحقیرتون. چجوری سعدی رو تحقیر کرد؟ خب سعدی خداوند سخن فارسی بود. اومد گفت آقا سعدی چی میگه در این شیوه زهد و طامات و پند؟ سعدی فقط بلد پند بگه، اما در خشت و کوپال و گرز گران این کارا رو بلد نیست. شعر رزمی بلد نیست سعدی بگه، حماسی بلد نیست به سوره. یه آدمای دیگه اینجا احتمالاً منظور فردوسیه دیگه، یعنی فردوسی رو میکوبه تو سر سعدی. یه سعدی این کاره نیست. جواب سعدی رو بشنویم. اول سعدی خیلی راحت همون نصیحت‌های خودشه جواب میده. میگه نداند که ما را سر جنگ نیست، وگرنه مجال سخن تنگ نیست. سعدی میگه آقا ما سر جنگ نداریم، گفتی حالا گفتی. ولی یهو انگار سعدی دوباره خشمگین میشه، دوباره فکر میکنه، خشمگین میشه. یه توانم که تیغ زبان برکشم، جهانی سخن را قلم درکشم. بیا تا در این شیوه چالش کنیم، سر خصم را سنگ بالش کنیم. یک مرتبه اصلا ابیات سعدی که گفتیم ابیاتی جویباری بود، یهو ابیات رزمی میشه. یعنی آقا بیا چالش کنیم. اصلا بیا تو میگی من نمیتونم رزمی حماسی شعر بگم، اصلا حماسی میگه. و 2 تا شعر حماسی هم میگه که حالا چقدر این شعرها زیبا هستن من میذارم به عهده اهل فن. ولی برای خود من سواله وقتی که این قسمت از بوستان رو میخونم، میگم سعدی خب با توجه به نصیحتایی که میکرد میتونست از این پراکندگو هم به سادگی بگذره و اصلا خودش رو وارد این چالش نکنه. ولی خب سعدی خودش رو وارد این چالش در واقع کرد. خب از باب 8 گلستان بگم براتون در مسئله تحمل. در خاک بیلقان برسیدم به عابدی، گفتم مرا به تربیت از جهل پاک کن. گفتا برو چو خاک تحمل کن ای فقیه، یا هر چه خوانده ای همه در زیر خاک کن. دیگه من رفتم بپرسم بگم آقا جان یک چیز به من یاد بده، من خیلی درس خوندم ها، یه چیز به من یاد بده. گفتش که برو مثل خاک که همه روش ضربه میزنن صداش در نمیاد، تحمل یاد بگیر. اگه تحمل یاد گرفتی بردی، اگه تحمل یاد نگرفتی هر چی هم که خوندی زیر خاک. خب سعدی
بوستان رو 1 سال قبل از گلستان سرود. یادتونه گفتم وقتی بوستان رو سرود سعدی بسیار با انرژی، با انگیزه و با روحیه بالا بود. اما گلستان مسبوق به افسردگی سعدی است. سعدی افسردگی خودش رو واضح در مقدمه گلستان میگه و برای من هم خیلی سواله که بعد از سرودن بوستان، بعد از اون همه در واقع در و گوهری که در بوستان سرود، چطور سعدی یک مرتبه افسرده میشه. یک شب تأمل ایام گذشته میکردم و بر عمر تلف کرده تأسف میخوردم. خیلی عجیبه برای من که سعدی در اوج افسردگیش عمرش رو عمر تلف کرده میدونه و سنگ سراچه دل به الماس آب دیده میسفتم. سعدی گریه میکنه در افسردگی، احساس میکنه که عمرش رو تلف کرده. بعد از تأمل این معانی مصلحت چنان دیدم که در نشیمن عزلت نشینم و دامن صحبت فراهم چینم و دفتر از گفتهای پریشان بشویم و من بعد پریشان نگویم. خیلی عجیبه واقعا این که بوستان کتاب به اون بزرگی که سعدی می سراید، بعد چنان دچار افسردگی میشه سعدی که تمام گفته های خودش رو پریشان میگه. چند تا دلیل ممکنه داشته باشه. شاید یکی از مهمترین دلایلی که سعدی رو افسرده کرد حمله هولاکو خان به در واقع بغداد بود. بالاخره بغداد شهری بود که سعدی توش درس خونده بود. نظامیه بغداد جایی بود که سعدی توش پرورش پیدا کرده بود. مردم بغداد مردمی که بودن که دوستش بودن، با هم زندگی کرده بودن. و در همون سال بود که هولاکو خان به بغداد حمله کرد و اون فجایع رو به وجود آورد. سعدی یک شعری در این زمینه داره، میگه آسمان را حق بود گر خون بگرید بر زمین، بر زوال ملک مستعصم امیر المؤمنین. ای محمد گر قیامت می براری سر ز خاک، سر برآور وین قیامت در میان خلق بین. میگه پیامبر اسلام اگه میخوای قیامت سر از خاک بیرون بیاری الان در بیار، الان قیامت شده در بغداد. به هر حال شاید یکی از دلایل افسردگی سعدی در این زمان در واقع حمله هولاکو خان به بغداد بود و شاید یکی دیگه از دلایل افسردگی سعدی در واقع همین بود که بوستانش خیلی در واقع بیباکانه و متحورانه در واقع به حاکمان زمانش نصیحت و پند میکرد و شاید خیلی از شعرهای سعدی در واقع به مذاق اونها خوش نیومده بود و حالا یه جور تذکر جدی گرفته بود. به هر حال سعدی دچار یک افسردگی شدید میشه بعد از سرودن بوستان، اما دوستانش رهاش نمیکنن. این خیلی مسئله مهمیه ها. سعدی هم خودش میگه من افسرده بودم، در کنج خلوت نشسته بودم، گریه میکردم، بر عمر تلف کرده افسوس میخوردم. اما مرتب دوستان سعدی میان پیشش. خود سعدی میگه از قول دوستانش، یه کنونت که امکار گفتار هست، بگو ای برادر لطف و خوشی، که فردا چو پیک اجل در رسد، به حکم ضرورت زبان در کشی. میگن جناب سعدی بگو، زمانی که مردی دیگه نمیتونی حرف بزنی، ولی تا زمانی که زنده و میتونی حرف بزنی حرف بزن. اینقدر دوستان سعدی میان پیشش و صحبت میکنن که سعدی بالاخره قانع میشه و گلستان رو در سال 656 در واقع به رشته تحریر در میاره. اگر فرصتی باقی باشه انشاءالله در آینده کمی بیشتر در مورد گلستان صحبت خواهیم کرد. شب عاشقان بیدل چه شبی دراز باشد، تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد. عجب است اگر توانم که سفر کنم ز دستت، به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد. چه نباز باشد آن را که تو در خیال باشی، تو صنم نمیگذاری که مرا نماز باشد. دگرش چو بازبینی غم دل مگوی سعدی، که شب وصال کوتاه و سخن دراز باشد.